ما تو این ویدیو آقا رضا رو داریم میبینیم که رفته با یکی از اسکولتر خودش توی ساحل داره شنا میکنه تو منطقه‌ای که غریق نجات نمیره. اینم داره دست میره. من ریدم تو اون منطقی که تو داری. چجوری اونجا غرق شدی؟ میشینه زمین مستقیم دعا میکنه به والله کارگردان فیلم های هندی، نویسنده های فیلم های هندی جرأتشو ندارن هم چرت و پرتی بسازن. چجوری میسازی؟ یه لحظه فقط خودتون نگاه کنید. همون جایی که 2 دقیقه پیش داشت غرق میشد از آسمان اومدن نجاتش دادن، وایسادن و نشسته. چه منطقی داره این کارو میکنه؟ قطعش کنیم دیگه. بدرود.